سلام سلام علی مرادی است. سلام علی مرادی هستم. اومدم واسه یه ماشین با طراحی خودم انجامش دادم. ویژگی مثل ماشین واقعی مثل اگزوز و پنوماتیک و ریمپ و اینا رو داره. حالا مثلا پنوماتیکش اینه، بالا پایین میادش. بعد این دوتا رو داره، مثلا هر طرفش میتونی بالا پایین کنی، هر طرفش میتونی بالا پایین کنی. بعد اینجا کنترل نور داره، یه دکمه هستش که بالا پایین میشه با کنترل نورش. بوق داره، اینجا سویچ داره، مثل ماشین واقعی سویچ میخوره، اینجاش سویچ میخوره. بعد یه موتور رو کاپوتش گذاشتم، اینجوری حرکت میمونه، صدا بعد در میاره. بعد این ماکت فرمونش هم مثل ماشین واقعی کار میکنه با چرخیدن. پدال گازش رو نشون دادم، این پدال گازشه، چرخش حرکت میکنه. به چرخ اون ماشینو بعد اینجا یه سیستم واسش گذاشتم، یه سیستم واسش گذاشتم، این سیستمشه، روشن میشه. بعد یه اون اگزوز واسش گذاشتم، اینجا گاز به طور مایع میادش، یه فیلتر گوشم اینجا که به طور هوا بره داخلش، به طور هوا بره اینا. وقتی آتش میاد نترکه.